سلام توی سرمی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال و اومدیم دوباره با یه ویدیو از اپل آیدی و تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چجوری میتونید یه اپل آیدی واسه خودتون بسازید با شماره مجازی و بعدش بهتون توضیح بدم حالا چجوری وارد بشید و وارد بمونید. و از این من خودم iOS ندارم و این روش رو به عهده خودتون میسپارم که تست کنید که اگه جواب داد دیگه خوش به حالتون، اگه جواب نداد دیگه واقعا نمیدونم چون من نمیتونم تستش کنم، ولی گفتم بذارم چون قسمت ساخت اکانت رو انجام میدیم و قسمت وارد شدن اون چیزا یه چیزایی خوندم و اینا بهتون توضیح میدم، شاید درست باشه و بتونید انجامش بدید. پس بزن بریم. توی کامپیوتر من دارم انجامش میدم و اول از همه ما وارد سایت اپل آیدی بشیم. پس مای اپل آیدی رو توی گوگل سرچ میکنیم و وارد سایت اپل آیدی میشیم. و از اینکه وارد سایت اپل آیدی شدین شما باید وارد قسمت کریت اکانت یا کریت اپل آیدی بشید. بعد اینکه وارد شدید شما باید ایمیلتون رو وارد کنید، بعدش پسورد خیلی قوی انتخاب کنید. اون پسورد قوی رو شما میتونید یا از گوگل بگیرید یا از سایت‌های دیگه و بعدش اینجا وارد کنید یا خودتون ذهنی یه پسورد بزنید و حتما یه جا ذخیره‌اش کنید. بعد از اینکه پسورد و این چیزا رو وارد کردین اینجا یه شماره از ما میخواد که توی گوشی باید بریم برنامه سکند نامبر یا 2NR رو دانلود میکنیم و من خودم الان این برنامه رو دارم. همونطور که میبینید وارد این برنامه میشیم، دسترسی لازم رو بهش میدیم. قسمت نامبر داره که یه نامبر واسه ما نشون میده، هر کدوم رو دوست داشتین انتخاب میکنید، سلکت نامبر رو میزنید، اینجا کپچا رو تایید میکنید و اون شماره رو شما دریافت میکنید. الان هر کدی SMS چیزی به این شماره بیاد شما دریافت میکنید و ما میخوایم از این برنامه واسه اپل آیدی استفاده کنیم. شما میتونید از سایت SMS ریسیور رو از این چیزا هم استفاده کنید، ولی اونا بعضی وقتا SMS میاد بعضی وقتا SMS نمیاد یا خیلی استفاده شده و متاسفانه بعضی از شماره‌هاشون جواب نمیده. پس میتونید از این برنامه استفاده کنید. من خودم از این برنامه 2 دفعه اکانت ساختم و تست شده و جواب میده. خب بچه‌ها الان ما اینجا یه شماره انتخاب کردیم، اون شماره رو تو سایت اپل آیدی وارد می‌کنیم و بعدش اینجا باید کپچای پایین رو تایید کنید. بعد از اینکه کپچا رو تایید کردید قوانینشون هم که ما تایید کردیم میریم ادامه رو میزنیم. بعد از اینکه ادامه رو زدیم اگه کپچا رو به درستی تایید کرده باشین و کلی چیزا رو به درستی وارد کرده باشین شما اینجا یه کد به ایمیلتون میاد که شما باید اول اون کدی که به ایمیلتون میاد رو وارد کنید. بعد از اینکه اون رو تایید کردین یه کد به شماره ارسال میشه که تو این برنامه سکند نامبر یا 2NR اون سمت راست بالا یه دایره است که قرمز یا سبز میشه. اگه سبز شد یعنی شما قسمت آنلاینش هستین و هر پیام این چیزا بیاد شما دریافت میکنید. اگه قسمت قرمز بود یعنی شما باید یه VPN چیزی بزنید و فلان این چیزا اون قرمز سبز بشه و اگه پیامی دریافت کنید واسه شما تو قسمت مسیج نمایش داده بشه. خب بچه‌ها الان من کد واسم اومده همونطور که میبینید این سمت راست یا چپ و این کد ما تو سایت وارد می‌کنیم. اپل آیدی ما الان ساخته میشه. خب بچه‌ها حالا طبق چیزایی که من خوندم و دیدم، خب بچه‌ها یه قسمت داره توی قسمت سکیوریتی به نام اینکه مثلا وریفیکیشن سکیور کی. شما میتونید این کی رو توی گوشی iOS توی قسمت ستینگ و این چیزا دریافت کنید و وقتی میخواین دوباره توی گوشی دیگه یا توی سایت وارد بشید از اون کد استفاده کنید که من خودم iOS ندارم نمیتونم تستش کنم، ولی خب توی یوتیوب دیدم و چند نفر میتونستن از این استفاده کنن. پس به احتمال زیاد شما هم دارین. اگه تست کنید اگه داشتین حتما توی کامنت ها بگید به بقیه که اونا هم برن این روش رو ادامه بدن و بسازن. خب بچه‌ها اینم از روش ساخت اکانت اپل آیدی و اگه سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بگید و یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، حتما دوست داشتین کانالم سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی ما خداحافظ شما، فعلا بای.